سازمان ملل متحد گفته است که قرار است رضوا اتنبیوا نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد برای افغانستان هفته آینده در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش بدهد. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما روز سه‌شنبه 4 مارس 14 هود گفته است که این نشست در اوایل هفته آینده برگزار می شود. با گفته یوناما ریاست این نشست را دنمارک به عهده خواهد داشت. یوناما در مورد جزئیات گزارش رضوا اتنبیوا چیزی نگفته است، اما گفته می شود که این گزارش درباره وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان متمرکز خواهد بود. بر اساس طرز العمل سازمان ملل متحد، نماینده ویژه منشی عمومی این سازمان با گذشت هر 3 ماه بعد باید گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان به اعضای شورای امنیت ملل متحد ارائه کند. همچنان قرار است مأموریت هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان تا 2 هفته دیگر پایان یابد. بر اساس گزارش‌ها، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تمدید مأموریت یوناما نیز تصمیم خواهد گرفت.